نام خدا، مهندس گیاهی هستم. با سری حل تمرینات طراحی اجزا در خدمتتونم. رفرنس مثال هایی که حل میکنیم از کتاب طراحی اجزای شیگلی ویراس 11 هستش. مثالی که الان میخوایم با هم حل کنیم در مورد یک محور دایره به قطر D هستش که تحت بارهای ترکیبی قرار گرفته. این بار کششی، پیچشی ممکنه باشه، ممکنه خمش ایجاد شده باشه توی این میله. خاصه سوال این بوده که مقدار تنش‌های توی این میله رو محاسبه کنیم و با توجه به حد تسلیم فولاد مقدار حد تسلیم وومیسس رو براش محاسبه کنیم و بگیم این سازه ایمنی داره یا نه. یه بار با هم دیگه داده‌های مسئله رو مرور میکنیم. گفته که یک محور دایره‌ای شکل به قطر D مساوی با 40 میلیمتر تحت بارهای محوری پیچشی و خمشی قرار داد که نیروی محوری رو گفته 20 کیلو نیوتونه، پیچشی گفته 300 نیوتن متره و لنگر خمشی مساوی است با 500 نیوتن در متر هستش. خواسته سوال اینه که تنش‌های نرمال و برشی در سطح خارجی محور محاسبه کنیم و تنش وومیسس را برای این سازه به دست بیاریم. برای حل این مسئله ما اول از همه باید بیایم مقدار تنش‌های نرمال و برشیش رو محاسبه کنیم. اول از همه به ما گفته تنش ناشی از نیروی محوری برابر با 20 کیلو نیوتن. خب این 20 کیلو نیوتن چون علامت منفی نداره یعنی تحت نیروی کشش قرار گرفته این میلمون. برای فرمول محاسبه تنش محوری ما میگفتیم سیگما مساوی است با F تقسیم بر A. F چی بود؟ F نیرویی بود که یک تنش نرمال یک نوا در سطح مقطع محوری ایجاد میکرد. نیرو که بهمون داده سطح مقطع و بهمون چون دایره هستش میشه 1/2 D به توان 2 ضرب در P که 3.4 در نظر میگیریم. شده 2000. حالا اینجا کیلو نیوتونه به نیوتن تبدیلش کرده و مقدار نیرومون شده 15.92 مگاپاسکال. برای قسمت بعدی سوال گفته که یک نیروی لنگر بهش وارد میشه. نیروی لنگر چیه؟ باعث خمش توی میلمون میشه. مقدارش برابر چقدر؟ 500 نیوتن در متر. زمانی که یه لنگر خمیشی به محور وارد میشه تنش خمیشی توی سطح محور پراکنده میشه. همونطور که گفتم باعث ایجاد خم شدگی توش میشه. حالا ممکن تا بخوره سمت بالا یا پایین یا سمت چپ یا سمت راست. فرمولش چی بود؟ میگفت MY تقسیم بر I مساوی است با C. حالا چون ما سیگما ایگرگ در نظر گرفتیم گفتیم این نیرو داره به سمت بالا پایین وارد میشه. حالا این اندیسش دست خودمونه، زیاد مهم نیست. MY چی بود؟ MY میشد فاصله محور خنثی یا همون تار خنثی که توی سطح خارجی برابر با نصف قطر محور میشه. قطر ما داده چقدر؟ 40 میلیمتر میشه 20 میلیمتر ضرب در 10 به توان 3 در توان 3 که مقدار میلیمتر رو به متر خواسته تبدیل کنه. برای قسمت 500 هم که گفته خودش نیرو بهمون 500 نیوتن در متره. برای قسمت I چی بود؟ I میشدش مومان اینرسی که فرمولش برابر بود با چی؟ P4 D به توان 4. D سطح مقطعمون بود، P که عدد ثابت بود که تقسیم بر 4 میشد. سطح مقطع بهمون داده 40 به توان 4 باید برسه ضرب در P4 بشه که محاسبات انجام بدیم مقدار اون برابر با 79.6 مگاپاسکال میشه. مقدار تنش بعدی که باید محاسبه کنیم مقدار تنش برشی ناشی از گشت آور پیچشیه.
گشتاور پیچشی یا ترشه باعث چه ایجاد حرکتی توی میلمون میشه؟ باعث میشه میلمون به این سمت بچرخه یا سمت پادساعتگرد بچرخه. حالا از کجا متوجه میشیم ساعتگرد یا پادساعتگرد؟ جلوتر تو محاسبه و معلوم میشه. فرمولش برای محاسبه چی بود؟ میگفتش T تقسیم بر J مساوی است با تو. T چی بود؟ T گشتاور پیچشی بود که باعث ایجاد تنش توی محور میشد. R رو چجوری میتونستیم به دست بیاریم؟ R میشدش D دوم، یعنی شعاع تقسیم بر 2. شعاع رو به اون داده 40 تقسیم بر 2 میشه 20. به متر تبدیلش کرده. ضرب در نیرویی که به همون داده شده 300. برای J چی؟ J میشدش مومان قطبی اینرسی که توی سطح مقطع دایره محاسبه میکردیم. فرمولش چی بود؟ J مساوی بود با P دوم D به توان 4. دیمون چنده؟ دیمون 40 تقسیم بر 2 میشه 20 به توان 4 ضرب در پی دومش میکنیم که محاسبه رو انجام بدیم. مقدار تنش برشی گشتاور پیچشیمون مساوی میشه با 40/74 مگاپاسکال. ما وقتی محاسبات انجام دادیم مقدار حد تسلیم ومیزه رو به دست بیاریم. مقدار چیزو به ما داده، حد تسلیم فولاد رو به اون گفته 250 مگاپاسکال. بعد ببینیم مقدار این حد تسلیم ومیزه ازش بیشتر یا کمتر که بگیم ایمنی سازه برقرار هسته، سازه ایمن هستش یا نه. برای این کار ما میایم برای فرمول محاسبه ومیزه چی بود؟ میگفتش سیگما به توان 2 به علاوه 3 برابر تنش برشی ناشی از گشتاور پیچشیمون به توان 1 که از این جذر بگیریم مقدار حد تسلیم ومیزتون به دست. محاسبهش گفتیم مقدار تنش های محوریمون سیگما A و سیگما Y. خب مقدار این دوتا رو با هم دیگه شما جمع کنید میشه 95/52 به توان 2 به علاوه 3 برابر تنش پیچشیمون که مقدار 47/74 هستش به توان 9. این معادله رو محاسبه کنیم میشه 121/1 مگاپاسکال. برای مقایسه حد تسلیممون، حد تسلیم که برای فولاد به ما داده برابر با 250 مگاپاسکاله. مقدار عددی که ما به دست آوردیم 121/1 مگاپاسکاله. خب این مقدار خیلی کمتریه از حد تسلیم فولاد، پس سازمون ایمن.